اینجا باغ گردو پارسال 1403 نهالش کاشته شده. امسال سال دومشه. اون سنوبرام امسال کاشته شده، حدود 30 تا و ازشون هم 200 تا هم قلمه زده شده. این هم که مشاهده میفرمایید این هم گردوان همینجوری به ترتیب ردیف کاشته شده. حدودا 1 هکتاره. بعد 220 تا هم تو این 1 هکتار گردو کاشته شده. خودش هم بذر گردو رو کاشتم، دقت کنید همه میبینید. و امسال حدودا 4 تا پرونور خریدم. اون قسمت بالا کاشتم، دقت کنید دیده بشه بالا همونجا فیلم برداری خواهم کرد. بعد 2 تا هم بوندار 4 تا آوردم کاشتم. 2 تاش خوش شد و 2 تاش به عمل اومده. عرض به خدمت شما ببینید اینم حالا ما با تانکرم میارم آبیاری میدم. اینجا هم قسمت یه چند تا پسته کاشتم، هم پیوندی توش داره خودم زدم هم جلابی. و اینجا اینم کاشتم تقریبا بذرهای خوبی بودن، گردوهای خوبی بودن. این چقدر زیباست، بار داده. این خیلی دلچسبه. شما پارسال بذرشو بکاری، این از پارسال تا اینجا اومده. امسالش هم اینه با همراه یه دونه بار. چقدر بار زیباییه، عالی، خیلی لذت بخش. بعد اینایی که تو میانده آقایون یعنی اگر دوست دارید تو باغت همچین گردویی داشته باشی با ما همراه باشید، با ما در ارتباط باش. اینم ببین داداش گلم، اینم گردو استان زنجان اینجا. به 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 به، عالی عالی.